шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 15. دیروز الگ افریمویچ کوالچوک پس از رفتن ساربانی حامد سری میز کاریش خیلی خاموش نشست. او سری کدام مسئله اندیشه داشت و سرناظری منطقوی و تجربه آموز معما بود. چون خودی پتپلکانی که ملیسه خاموش بود، دوی دیگر هم مهری خاموشی به لب زدند. یوسفویچ کارها بد که نهایت خاموشی را خلل‌دار کرده گفت صاحب اتاق. سرناظر منطقوی سخنی به زبان نآورد. او اصلا فهمیدن میخواست که سرداری بخش کافتکاو جنایتی به کدام کاری آنها ایراد گرفت. چون از سنگ صدا آمد و از سرناظر منطقوی نه، الگ باز جلوی سخن را به دست گرفت. ببینید کاپیتان ساربانی حامد ما را در کلبه خودمان متهم کرد. تا اندازه حق به جانب او بود، چون که ما از وضع کریمینالی ناحیه خبردار نیستیم. شما یوسفویچ به دل نزدیک نگیرید، ولی حتی بخشی که من سروری آن را به دوش دارم یگان خبری نسبت به خواجه و نگرفته ایم. همین هم کار شد مگر؟ اگر شکایت همسایه خواجه و نمیشد، شاید شما هم در این باره معلوماتی نمی داشتید. به هر حال رحمت به آنهایی که اخیراً از بالای آن دخترک شکایت کردند و امروز شما ما را از وضعیت ناگوار رها کردید. آخر وظیفه ملیسه پیش از همه جلوگیری از جنایت است. مادام ما نمیدانیم که خواجه یا مرسدس را از کدام حساب به دست آورده است، پس چطور به کار خویش بها دهیم؟ مردم چی میگویند؟ البته میگفتگیستند که مادام ملیسه پیشک خواجه و بر اینها را پیش نمیگوید، پس در پشت و پناه او هستند. از همین نقطه نظر مردم از ملیسه کناره‌جویی میکنند. شما حتی به شکایت مردم اهمیت ندادید. راست گفتید که به خانه زنی به شوهر رفتنی مرد گناه نیست. اگر رفت و به شکایت اهمیت میدادید، شاید همین مرد را که 3 سال آخر مورد جستجوی ملیسه قرار داشته است دستگیر میکردید. پیشکی شما را ترساندنی نیستم، ولی چون تفتیشات موی از خمیر جدا کند و اثبات نماید که در حقیقت 3 سال همین مردی در رسم بوده که مورد جستجوی ملیسه قرار داشته است، به خانه خواجه و رفت و آمد داشته است، ما به جزای انتظامی خلاص نمیشویم. میفهمید؟ فهما. از همین لحاظ ما باید خودی همین روز، نه درسترش از همین لحظه، صفحه های زندگی نامه خواجه و را ورقگردان نماییم. خوب شده است، پاسخ داد سرناظر منطقوی. سراسیمه نشو، خودی حاضر ان همین رسم را گرفته همراه شاگرد از پی اجرای آن شوید. کنی فهمید که مردم بخصوص حق و همسایه های خواجه یا بار هم همین مرد را دیدن یا نه. کوالچوک رسم صالح جلیل را برداشته به دست سرناظر منطقوی داد. من خودم از پی اجرای سفارشتان شوم؟ اگر در آن محل شما را شناسند؟ نه، بهترش یگان نفری که تا هنوز مردم او را نمیشناسند در لباس غیر نظامی به همان محل رود. از حساب بخش ما شاگرد عبدالرشید شریف می رود. هرچند او تجربه آموز هم باشد، من باوری دارم که از عهده کار می براید. مدت 1 ماه در اینجا بودنش ما همه علمی خویش را بهرش ارزانی داشتیم و کنی ببینیم او چگونه از تجربه کاری حاصل برداشته است. چی گفتی عبدالرشید؟ تشکر به باوریتان. من کوشش میکنم که سزاواری باوری شما گردم. از جای برخسته گفت تجربه آموز. و شما برای کار میخواهم. گویان کوالچوک به صحبت نقطه گذاشت. امروز باشد الگ فریمش کاغذهای آورده شاگرد را ورق زد. هرچند او فهمید که مفتشی که کار را در ناحیه گلاباد پیش میبرد از بالای کارمندان ملیسه‌ای که او نیز شاملش هست به سود پیشنهاد مینویسد و نسخه اصلی آن را و شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی میفرستد، ولی از جزا نترسید. در قیاس جزای انتظامی نسبت به آن خبرهایی که در دوام کمتر از 1 شبانه روز شاگردش عبدالرشید شریف به دست آورده بود قریب قرب نداشت. الگ افریمویچ شاگرد را بار دیگر نزد خویش خواند و به چند سوالی در رفت خواندن گزارش شاگرد به عمل آمده جواب گرفت. سپس در حضور تجربه آموز او به بخش نوبتداری شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد زنگ زده کاپیتان ملیسه ساربانی حامد را پرسید. کاپیتان ملیسه ساربانی حامد شما را گوش میکند. شنید آواز مصاحبه دیروزه اش را.
Подполковник милиция Ковальчук. گوشم به شما رفیق подполковник. لیلی بلرزید و بیدار شد. سیمای مادر را با پیراهن حریری سبز باری دیگر پیش نظر آورد. چند سال او باری اول مادر را در خواب دید. همان خیل تازه و آزاده. راز دل خویش و نصیحت مادر را باری دیگر به یاد آورد. اکنون من ظرف شکسته را میمانم. افسوس که به گپ خودت گوش نکردم. سخنهای لحظه پیش در خواب با مادرش گفته را به یاد آورد لیلی. این خیل نگو بچم، دلم را سیاه نکن. شمع خویش را چرا پیش پا میزنی؟ همسایه ها شنوند چی میگویند؟ به یاد آورد نصیحت مادر را دختر. لیلی به ساعت دیواری که بالای سرش بود نگریست. عقربه که ساعت 3:50 را نشان میداد. اصلا لیلی خواب دیدهش را با خواب صبحانه نسبت داد و وجودش را حسیات ناگوار فرا گرفت. تا صبح صادق کمتر از نیم ساعت وقت بود. او هیچ نفهمید که چرا مادر از همسایه ها یاد کرد. لیلی واقعه های اول شب را به یاد آورد و خواب دیدهش را به اخبار کریمینالی نسبت داد. شاید به فکر صالح خواب رفتم و مادرم را خواب دیدم. خود را تسلی داده از جای برخیست. چون صبح دیروز برابری به بالای بسترش رسیدن آفتاب از خواب خیست و بعد شنیدن اخبار کریمینالی تلویزیون را خاموش کرد. دیگر از خواب در چشمانش نشانه نمانده بود. چون تا صبح باز کم وقت بود، سری خواب دیده خیش اندیشه نبود و البامی ماهوددار را از جوان گرفته بالای کرسی ملایم نشست و آن را ورق زد. عموما از آن روزی که او خود را شناخت، صالح جلیل را دید و رسمهای در البام بوده خود شهادت همین حال بودند. لیلی خواست که البام را آتش زند تا دیگر نام و نشانه از صالح جلیل کسی نیابد، ولی نتوانست. فهمید که زندگی را با همان نیک و بدش شکر باید گفت و از آتش زدنی رسمها سودی نیست. آخر صالح جلیل را همراهی او همسایه ها هم دیدند و از همه خفناکترش آن است که او را در کیلومتر 8 شاهراه دوشنبه قره‌طاق دیدند و او حتی سیمای خویش در همان لحظه پنهان نکرد. شاید حسن و ملاحت خویش به آن مرد نشان دادنی شده بود و 2 دانه زردالو به دستش داد. هرچند در نگاهی مرد خطری را حس نکرد، ولی به گمان است که نقش خالی بین ابروانش در یاد او نمانده باشد. به زمین طی این 7 سال او بارها همراه صالح جلیل به توی معرکه ها رفت و در فیته های ویدیو رسمش از 2 سر باقی مانده است. در دست خودش هم چند فیته از ثبت یک جایه دارد. کی می‌دانست کار چنین انجام می‌گیرد؟ تا کجا ما زنها کوتاه نظریم؟ مردان نسبت ما مطلقا درست گفتند که موی درازیم و عقل کوتاه. از مرگ صالح به من تنها غم ماند. خود آتش بگرفت و دودش در دلی من ماند. آه کشیده گفت گردآفرید. مادامی که مرا قمر وی ساوش نفروخت، پس چرا به او باور نکردم؟ بالای سخت نمکا بازان مولای جادوگر هم اثبات کردن خواست که صالح از ساحل آمو به دستاویز آمده بود. به هر حال دیروز من او را باب کردم. چنان باب کردم که نه، من امروز هم به سراغ دوران نمی روم. باز یک شبانه روز صبر می کنم. اگر او خودش هم بار را پنهان کرده باشد، برای چشمبندی از 2 سر به گلاباد می رود. آخر او از بالا مثل بلا می ترسد. صالح جلیل هم مثل قبیله های جنجوان بهر خویش منقورت جانفیدای را به میدان آورد، بی خبر از آن که تقدیر آنبیت او را در پیش است. لیلی باری دیگر به ساعت بالای سرش نگریست و تگمچه پولت تلویزیون را زیر کرد. ای عاشقی فرخنده جان، یارت منم، یارت منم، ای آرزو، ای آرمان، زارت منم، زارت منم. سرود نرگس صدرالدین قلب به این هم خار و ذلیل دختر را حزین‌تر ساخت و او باز دست به تگمچه پولت برد. سپس چون بستر خوابش به ترتیب آورد، نزد آینه رفت و یکی از کرم‌های خارجی را به دست گرفته سرگرمی
آرایشی حسنی خیش شد. در اتاق گریز 3 ساعت 3 نفر سری صحبت قرار داشتند. اصلا 2 نفر صحبت داشتند و نفر داوری. نهایت با ایمای داور در رفت این گفت و شنید نیم ساعت تنفس اعلان کردند و پاسخ دهنده بیرون برآمد. استاد شاگرد نتیجه صحبت را محاکمه نمودند. ناوابسته از آن که سایه جنایت پوره به بالای سمندر رحیم افتیده است، من بهر بازداشت موقتی او در ملیسه اساس را نمی بینم. در مدت 3 شبانه روزی دیگر هم از همین بیش از او نشانداد گرفته نمی توانیم. در آن صورت ما باید از او عذر پرسیده گسیلش نماییم. چون این عمل باشد شکستی نوبتی خودی ما خواهد شد. پس چی باید کرد؟ آخر همه فکت ها پوره به مقابل وی بوده. نامزد ارزنده تری به جز او به صفت گمان بر شدن نداریم. رفت و در دوام 3 شبانه روز دیگر که خودی قانون رخصت داده است، ما چون آن را باز داریم و یگان گره از جنایت نیابیم. گفت شاگرد هر آنچه که ما نسبت به او داریم این از لای خشک بیش نیست. لای خشک باشد به دیوار نمی چسبد. از آنچه که با چونین نمودی یراق یعنی автомاتی 5.45 میلیمتر کلاشنیکوف جنایت صادر شده است، این معنای آن را ندارد که ما خلاصه براریم. محض یراقی که با آن جنایت صادر شده است همان یراق است که زمان سمندر رحیم در مرز آن را گم کرده است. اگر رفت ما آن را دریابیم و هم اثبات نماییم که از همان یراق صالح جلیل به قتل رسانیده شده است، ما سمندر رحیم را گمانبر شده نمیتوانیم. چرا؟ چون که یراق او را دزدیدند، ولی ما شخصی که یراق را دزدیده بود معین نساختیم. سمندر رحیم باشد برای خنک نظریش جزا گرفت. یراق دزد را ما نه بلکه پروکراتور حربی و شعبه مخصوصی گارنیزون حربی باید آشکار میکردند. فرقش چی کی آشکار میکرد؟ شما را نفهمیدم رفیق کاپیتان. مادامی که پروکراتور حربی این کار را آشکار نکرد، اکنون ما باید سر این مسئله روشنی اندازیم. اصلا آن یراق گم کرده عسکری قطاری رحیم سمندر روزی از خود درک خواهد داد. شخصی که بحری هم یراقش چاه کافته است خود به آن چاه می افتد. این یک. دوم، اگر سمندر قاتل می شد ما اصلا از مرگ صالح خبردار نمی شدیم. چه خیلی خبردار نمی شدیم. موضعی خشککدره محلی است که نه یک بلکه 10 ها چون صالح جلیل را پنهان کردن ممکن است. اگر او در ساعت 2 شب قصد جان صالح جلیل میکرد تا صبح جسد را جای پنهان مینمود که نه ما و نه زاغ و زغن او را نمیافتیم. سیوم، سمندر همگی 3 ماه باز در آزادی است و در این مدت او 1 ماه در دهه بوده. باقی مانده وقتش از پی رمه خواجگی حاصلات گذشته است. با باوری گفت که او صالح جلیل را ندیده است و نمیشناسد. پس چرا قصد جان نفر بیگناه میکرده است؟ بگذار این را خودش اثبات نماید. آخر او میتوانی صالح جلیل را به قتل رسانیده صاحب باری آورده شود. همین خیلی نه؟ بجز او و شادی لایق که در موضع خشککدره خیمه دارند، دیگر کی هم آن پیرهه های مارپیچی به ساحل آمو رفته را میداند؟ رفت صالح جلیل نه 1 بار و 2 بار در خیمه آنها مهمان شده باشد چی؟ شاید حق به جانب خودت باشد، اما در آن صورت چی لازم بود که آمده به ملیسه خبر دهند؟ همش چشمبندی. بجز چشمبندی دیگر چیزی نیست. اگر آنها هم آمده به ملیسه خبر نمیدادند، یگان کسی دیگر به جستجوی ایشان می برآمد و خبر قتل او را تا به ملیسه می آورد. انا همان کس را یافتن ما شرط. میفهمید ما باید همان کسی را دریابیم که به جستجوی صالح جلیل می برآمد. پس با این کس چیکار کنیم؟ او را ما بازداشته نمیتوانیم و سببهایش را من الکی گفته دادم. درباره شخصی ناشناسی که هنگامی به اینجا آمدن سمندر رحیم روبرو آمده است چه عقیده دارید؟ حالا یگان چیز گفته نمیتوانم، ولی خوب میشد که ما همان موضع را زیر نظارت میگرفتیم. چند مدت و از این مگر سودی هست؟ آخر جنایتکار هم آنقدر گول و گمراه نبوده است که باز گشته به آن موضع رود. کار ملیسه توکل را میپسندد و از آن که مدت 2-3 شبانه روز ما محل خشککدره را به زیر نظارت میگیریم، یگان چیز بای نخواهیم داد. به ضمن این ناشناسی که به آن سمت رفته است از 2 سر بر میگردد. رفت و
او گره کنده را در داد و گریفت مواد مخدر برقرار کرده تواند؟ اگر چون این باشد او ما را با قاتل صالح جلیل روبرو می کند. رفت او بر نگردد چه یا الکی در همین مدت برگشته باشد؟ چون این حالت هم ما چیزی بای نخواهیم داد. چه خیلی که یگان نوگ گره را در دست نداشتیم همان خیل میمانیم. شاید به این کار خودی سمندر رحیم را سفربر نماییم. اگر او خودش اختیاراً با ما همکاری کردن خواهد چی خوب، وگرنه ما او را مجبور هم کرده نمیتوانیم. به فکر شما ما باید باز کدام نوکی گره را جویا شویم. من دیروز در این باره به پدپلکان کولچوک صحبت داشتم و اگر بختمان آمد کند امروز تا پگاه نتیجهش را خواهیم گرفت. به زمین این ما باید شخصیت همه آن همیراخان سمندر رحیم را که هنگام بانگ خطر به یاری او شتافته بودند معین نماییم. به فکر من از همه بیش ما باید در اطراف پراپرچک یتیمی تاش کار بریم. خودی سمندر رحیم بجز او از دیگر همیراخانش گمانبر است کو. پس ما چطور میتوانیم که یتیمی تاش را گمانبر شویم؟ خطای سمندر هم در همین است. هیچگاه عسکر در حضور کماندیر به چنین عمل دست نخواهد زد. از آنچه که سمندر گفت که یتیمی تاش همگی 1 ماه داشت بحث نمی کنم. از احتمال دور نیست که او به جای واقعه با تپانچه نرفته باشد. در مرد سری هر قدم بانگ خطر می شد و تفنگچه باشد همیشه در پهلوی کماندیر است. به فکر من خودی یتیمی تاش همان شخص است که یراق را از دست عسکری قطاری سمندر رحیم گرفته است. چون سمندر در کتف او همگی یک یراق دیده است و به بیگناهیش باور کرده است. یراق خورشید میروف را باشد کدام از عسکران گرفته است و محض برای همین آن یراق گم نشده است. در کتاب گرفتن یراق‌ها البته یراق به نام یتیمی تاش بودگی است، وگرنه بعد پرسش عسکران او را به جوابگویی میکشیدند. درست. محض همین حالت به او امکانیت داده است که یراق عسکر را از خود کند. آخر به جای حادثه گروهی در خدمت شبانه روزی بوده رفته است. یراق هر کس باشد در آن حالت در پیرامید گذاشته شده است. چون بانگ خطر شد هر کس یراق خود را گرفته به محل بانگ خطر میشتابد. در چنین حالت که میتوانست گوید که کماندیر به یراق رفت؟ هیچ باورم نمیآید که کار چنین شکل گرفته باشد. من هم کفالتی 100% چنین کار را داده نمیتوانم، ولی میسزد که ما در اطراف پراپرچک یتیمی تاش کار بریم. گوریزوف چی گفتنش رو نمیدانست. او که خود در میلیسا آدم نو بی تجربه بود مگر میتوانست با مردی که در دوام 2 هفته در اینجا بودنش نوگی 2 جنایت چگیل را کشاد بحث کند. ببین حتی سردار شعبه کارهای داخلی نسبت به او یک احترام بی اندازه داشت و مشمش بود که همین جاوید او را با درخواست به اینجا آورده است. عموماً با چنین فرد کار کردن خوشبختی است. بجز آن که بنده را به این واخوری تیار نمود در تمام دوره صحبت ما سخن به زبان نآورد. من گمان کردم که او سری اندیشه های خشت داده شده است. معلوم می شود که این خیلی نبوده است و او تمام رفت صحبت را گوش نموده است. کارهای جستجویی را ما باید از کدام سمت آغاز نماییم؟ ما باید در تمام فرانت به هجوم گذاریم. رفت و فرانت بی فاصله باشد چی؟ در فرانت بی فاصله به هجوم نمی گذارند. فرانت سمت خشت را داراست و اکنون ما می دانیم که از کجا به هجوم گذاریم. پیش از همه در مدت 2-3 روز ما باید موضع خشکک دره را به زیر نظارت گیریم. دوم، رفت اگر بختمان آمد کند خانم مرسدس سوار گرهی در دست داشته ما را خود کلابه می کند. نوع دیگری کلابه را مردی ناشناس که امروز عزم سیاحت خشکک دره را به سر دارد در دست دارد و ما را با انتقال دهنده دیگری مواد مخدر شناس خواهد کرد. یتیمی تاش باشد چون سمتی علاوگی هجوم باقی میماند. با سمندر رحیم چی میکنیم؟ من الکی فکر خیش را درباره او گفتم. یعنی او در یگان سمتی فران نمیافتد؟ شخصا من در همین عقیده‌ام. عقیده را باشد هر لحظه عوض نمی کنند. چرا؟ چون که قدری سخن می شکند. ما نسبت به سمندر رحیم یگان دلیلی با اعتماد نداریم. چطور می توانیم او را بازداشت نماییم؟ شما دیگر با او صحبت کردن نمی خواهید؟ به صحبت نمی شود. ما باید به او فهمانده دهیم کارها نه به آن درجه نیکن که وی گمان دارد. شاید او را جغ زنیم. لازم نیست. تا انجام تنفس همگی 4 دقیقه وقت مانده است. در همان وقتی تعیین شده سمندر به درون اتاق کاری گریزوف انگوش زده رخصتی در آمدن پرسید. مرحمت، گذشته شینید.
گفت صاحب اتاق. و چون سمندر به کرسی نشست، این دفعه کاپیتان میلیسا ساربانی حامید رشته سخن را به دست گرفته گفت: همین نیم ساعت است که شما در بیرون هوای تازه گرفتید. ما سری نشاندادی دادتان مبادله افکار نمودیم. شما هم به بیگناهی من باوری ندارید؟ هرگز. عموما شخص را تنها سود حقوقی گناهکار حسابیدن دارد. ما باشیم گپ زنید، هرچند حقیقت تلخ است ولی من آن را میپسندم. حادثه در موضع خشککدره به طور راست خطا هم نباشد، به طور مستقیما به بالای خودت سایه افکنده است، ولی این معنای آن را ندارد که ما به شما باور نمی کنیم. چه خیلی این را فهمم. هم سایه افکنده است و هم به من باور کردنتان چی معنی دارد؟ در میلیسا همه کار خفناک است و ما اکثر وقت به توکل می رویم، چون که کسب ما همین است. ولی ما کسی را مجبوراً به کار جلب نمودن حقوق نداریم، چون این رفتار برخلاف قانون میلیسا است. و باید اقرار شوم که در اینجا کار تماماً دیگر است. چه خیلی دیگر؟ گفتم که حادثه در موضع خشککدره رخ داده به بالای شما هم به طور مستقیما تکرار میکنم، مستقیما سایه افکنده است. از این رو برای سایه را از خویش دور افکندن و یافتن قاتل شما میتوانید با ما همکاری کنید. چه خیلی همکاری؟ اگر فکر نمایید که من از بالای یگان کس آمده به شما عرض میکنم، خطا میکنید. من تیارم که تا انیق نمودن گناه هم در میلیسا ایستم. همین حالت برای من آسانتر است که از بالای نفره آمده به شما خبرکشی نمایم. در میلیسا به شما هم خبرکش ها هستند و ما یگان احتیاج به خبری شما هم نداریم. به صحبت خاتمه گذاشت ساربانی حامید. سمندر رحیم چه گفتنش را ندانسته همان خیل خاموش بود. او هیچ فهمیدن نمیتوانست که نیک رفتار کرد یا بد. اکنون به شما جواب دعوتنامه‌تان را دهید، لیکن امضا گذارد. من آن را به یگانجا پیشنهاد نمی کنم. اختیارتان. چون جیغ زدیم حتما بیایید. حالا به کجا روم؟ به خانه یا به سری رمه؟ عموما به کجای دلتان خواهد. سمندر رحیم دیگر چیزی نگفته از اتاق کاری و کاله‌دار کافتکاو جنایتی برآمد. رفیق کاپیتان با چنینهایش هیچ گپ نی. میلیسا به چون خبرکش‌ها هم احتیاج ندارد. اگر او در وقتش نشاندادی روی راست از خبرکشی فرق میکرد، هرگز در محبس نمی نشست. به هر حال او مردانه سخنی خویش گفت و احترامی بنده نسبتش دوچند شد. ما به او همسایه را از بالایش دور خواهیم کرد تا بداند میلیسا کیست. بعد همین سخنهای قلمفور مانندش البته آخرین وظیفه جانی ماست. گوریزوف باز چیزی گفتن میخواست، ولی زنگ تلفنی داخلی صدا داد و وکالتدار کافتکاو جنایتی گوشک را به دست ساربانی حامید داده آهسته گفت: از ناحیه مرکزی شما را میپرسند رفیق کاپیتان. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانова. پایان گفتار 15 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.